کتابای داستایوفسکی رو بهتره با چه ترتیبی بخونیم؟ برای ورود به دنیای داستایوفسکی این دو تا کتاب خوبه. بیچارگان و شب‌های روشن. بعد از شروع اگر این سه تا کتابو بخونی تو درک بهتر آثارش بهت کمک میکنن. کتاب خاطرات خانه مردگان، رنج کشیدگان و خار شدگان و یک اتفاق مسخره. خب الان که یک شناخت اولیه‌ای از ذهن و قلم داستایوفسکی به دست آوردی، این دو تا کتابو بخون. کتاب همزاد و کتاب ناشناس. حالا دیگه وقتشه بری سراغ کتاب یادداشت‌های زیرزمینی که از نظر فلسفی کتاب عمیق و مهمیه. و بعدش هم خوندن کتاب قمارباز خالی از لطف نیست. الان دیگه در این نقطه درک خوبی از فلسفه فکری داستایوفسکی پیدا کردی و میتونی بری سراغ آثار بزرگ و شاهکارش. کتابایی مثل جنایت و مکافات، ابله، شیاطین، جوان خام و برادران کارامازوف. ما میتونیم آثار داستایوفسکی رو به ترتیب توالی زمانی یا درونمایه و پیچیدگی آثارش بخونیم که من توی این ویدیو سعی کردم تا جای ممکن یه جورایی هر دو تا فاکتور رو در نظر بگیرم. حالا اگه برات سوال شده که اصلا چرا باید آثار داستایوفسکی رو به ترتیب بخونیم، پست قبلی رو حتما ببین، اونجا کامل برات توضیح دادم. ترجمه‌های خوب این کتابا رو هم توی کپشن برات نوشتم.